میخوایم عروس هلندیمون سخنگو بشه. چی باید داشته باشیم؟ صبر، ثبات و عشق. عوامل موثر در یادگیریش: یکیش سنه. بهترین زمان آموزش 2 تا 6 ماهگیه. پرندگان جوان سریعتر یاد میگیرن. دوم جنسیت. نرها معمولا استعداد بیشتری در تقلید صدا دارن. و سوم هم شخصیت. بعضی از عروس‌ها ذاتاً کنجکاوتر و علاقه‌مندتر هستن به تقلید صدا. مراحل آموزش سخنگویی: 1. ایجاد اعتماد و ارتباط. با پرنده وقت بگذرونید، آروم صحبت کنید و با خوراکی مورد علاقش تشویقش کنید. 2. محیط مناسب. قفس تمیز، جادار و آروم با اسباب‌بازی‌های محرک براش فراهم کنید. از صداهای بلند و تغییرات ناگهانی پرهیز کنید. 3. تکرار کلمات ساده. با واژه‌هایی مثل سلام، بدو بیا، مامان بابا شروع کنید. تلفظتون واضح و یک نواخت باشه. 4. تشویق بعد تلاش. بعد از هر تلاش برای گفتن کلمه با خوراکی یا نوازشون رو تشویقش کنید. 5. تمرین منظم. روزی 2 تا 3 بار، هر بار 10 تا 15 دقیقه تمرین کنید. بیشتر از حد تمرین کنید خسته میشه. 6. تنهایی بهتر از جفت داشتنشه. اگه پرنده جفت داشته باشه تمرکزش روی ارتباط با جفتشه، نه تقلید صدای انسان. 7. پرهیز از سوت زدن. اگه پرنده سوت زدن رو یاد بگیره ممکنه دیگه علاقه به یادگیری کلمات نداشته باشه. نکات طلایی چیه؟ آموزش رو در زمانهایی که پرنده سرحاله انجام بدید، مثل صبح‌ها. از پخش مداوم صدا یا کلمات پشت سر هم خودداری کنید. ممکنه باعث عصبی شدن پرنده بشه. و اگر پرنده حتی آوای نامفهومی از کلمه رو گفت، بازم تشویقش کنید. موفق باشید. میخوای بدونی من چطور این پرنده رو سخنگو میکنم؟ اول با نیستم پرندم 2-3 ماهه بشه. این فاکتورهایی که میگم رو رعایت کن تا پرندت به راحتی سخنگو بشه. فوت کوزه‌گریشم آخر ویدیو گفتم، پس تا آخر ویدیو با من همراه باش. جنسیت پرنده بهتر نر باشه. روزی 3-4 بار هر دفعه 10 دقیقه با پرنده کار کنید. بهتره با کلمات آسون مثل بدو بیا، بوس بده، فندق با پرنده‌تون کار کنید. با همین کلمات یه وایس از خودتون ضبط کنید و یا وایس پرنده دیگه‌ای رو که همین کلمات رو میگه توی باقی تایم روز براش پخش کنید. اول باهاش یه کلمه رو کار کنید. اگه به صورت آوا و حتی نامفهوم هم گفت، شدت تمرین رو بیشتر کنید و وقتی کلمه رو کاملا یاد گرفت برید سراغ کلمه بعدی. و اما فوت کوزه‌گری: اگه پرنده‌تون به شی خاصی علاقه داره و بهش عشق می‌ورزه، با اون شی خاص باهاش بازی کنید. در واقع اون شی رو هی تکون بدید و هنگام تکون دادن کلمه مورد نظرتون رو باهاش کار کنید. یه سری نکات مهم هم داخل کپشن نوشتم، پس حتما مطالعهش کن. پست بعدی راجع به دستی کردن عروس هلندیتونه، پس حتما پیجمون رو فالو کن تا از این پست جا نمونی.